آیکو پاککنش گم شده. اون روز صبح روز مسابقه بود و آیکوی قرمز مثل بقیه مدادهای رنگی داشت نوکش رو برای مسابقه تیز می کرد. خانم تراش یک کاغذ بزرگ روی دیوار چسبونده بود تا ببینه کدوم مداد جمله قشنگتری رو خوشخط‌تر و تمیزتر می نویسه. تیزوی نارنجی با ذوق گفت: مدادها، شما میخوان چی رو روی کاغذ بنویسین؟ من که می نویسم من سریع ترین مدادم. هر چی به من بگن حتی یه لحظه هم منتظر نمیمونم. فافی که یه مداد صورتی بود گفت: من میخوام بنویسم من قشنگ ترین رنگ ها رو در نقاشی دارم و همه منو دوست دارن. آیکو مداد قرمز قصه ما هم جلو اومد و گفت: من میخوام بنویسم من خوب میتونم فکرهام رو بگم. همین موقع لپی سبز گفت: آیکو پاککنت کو؟ همه برگشتند و به سر آیکو نگاه کردند. لپی راست میگفت. پاککن روی سر آیکو نبود. شاید جایی از سرش افتاده بود و خودش متوجه نشده بود. تیزوی نارنجی گفت: واقعا میخوای بدون پاککن در مسابقه شرکت کنی؟ اگر اشتباه بنویسی چی؟ بعد ادامه داد: من که همیشه با سرعت می نویسم، ولی اگه پاککن نداشته باشم باید وایسم و اشتباهم رو نگاه کنم. من نمیتونم معطل بمونم. فافی صورتی گفت: وای نه، من اصلاً بدون پاککن یک کلمه هم نمی نویسم. اگه اشتباه کنم و همه ببینن چی؟ من اصلاً دوست ندارم کسی خرابکاری هام رو ببینه. لپی سبز گفت: من همیشه اول باید مطمئن باشم که اگر اشتباهی شد میتونم درستش کنم. اگه یه چیزی رو غلط بنویسم و راه برگشت نداشته باشم، نه، اصلاً نمیتونم ادامه بدم. بعد همه به آیکو نگاه کردن تا ببینن اون میخواد بدون پاککن چی کار کنه. آیکو کمی فکر کرد و بعد که فکر کردنش تموم شد به دوستانش گفت: من همیشه قبل از نوشتن خوب فکر میکنم. تیزو دلش نمیخواد معطل بشه، ولی آهسته نوشتن هم هیچ اشکالی نداره. من میتونم آروم بنویسم و از نوشتن خودم لذت هم ببرم. و بعد گفت: فافی نمیخواد کسی بهش بخنده، ولی خب مهم اینه که آدم توجهش به نوشتن باشه، نه اینکه همش فکر کنه که آیا همه خوششون میاد یا نه. و در آخر گفت: لپی هم فقط وقتی شروع میکنه که مطمئن باشه اشتباهی نمیشه. اما اگر اینطوری فکر کنم خیلی از کارها رو نمیتونم انجام بدم. ولی مگه همه اشتباه نمیکنن؟ من هم مثل بقیه‌ام. دقت میکنم و کار رو شروع میکنم. مهمتر از پاککن فکر کردنه. من همیشه قبل از نوشتن خوب فکر میکنم. خانم مداد تراش گفت: همه آماده بشین. کی اول میاد؟ کی جمله اول رو می نویسه؟ آیکو گفت: من. خانم مداد تراش گفت: بفرمایید جلو. آیکو رفت جلوی کاغذ سفید و با خودش گفت: اصلاً میخوام یه جمله جدید بنویسم. من میتونم همه فکرهام رو خیلی خوب بنویسم. و خیلی آروم و بدون توجه به اطرافش و فقط با تمرکز روی فکرهاش این جمله رو بدون اشتباه تا آخر نوشت. همه تعجب کردن. خانم تراش گفت: عالی نوشتی آیکو. لپی براش دست زد. فافی براش هورا کشید.
تیزوی نارنجی هم که خیلی هیجان زده شده بود اومد جلو و بغلش کرد. اما انگار یه چیزی توی جیب آیکو قلمبه بود. آیکو متوجه اون شد و دستش رو با تعجب کرد توی جیبش و بعد که اون رو آورد بیرون همه دیدن یه پاکن توی دست آیکوه. آیکو خندید و گفت یعنی پاکنم همه این مدت توی جیبم بود؟ بعد با لبخند گذاشتش سر جاش. همه مدادها زدن زیر خنده. حالا آیکو با پاکن سر جاش جلوی دیوار ایستاده بود و با افتخار به جمله‌ای نگاه می‌کرد که بدون پاکن نوشته بود.